پشت صحنه تصویر فکتس، موزیک ویدیو فکتس. کم رو عقب‌تر دیگه، با تو فیس هم چیکار داریم؟ به نظر من بیا یکم اینورتر. بیا اینور. بیا رد شو. بچه‌ها دارن سیستمو بگی اونجا بگی. دارن سیستما رو فیکس میکنن. یه چند تا شات گرفتیم از پایین. یه تصویر گرفتیم، شات‌های را داریم از موزیک ویدیو فکتس که اونا رو اومدیم بگیریم از سمت شاهگلی و یه پارت از باغ گلستان رو نگفتیم حاجی یزیده تو. میریم یه پارت هم میریم، ولی بیشتر فوکوسمون رو شات‌های راه که گرفته میشه و تو موزیک ویدیو قراره بگیریم. دو تا پارت اصلی داریم که لیپ سینک داره. یکیش تو آرایشگاه رفیقمه اسمش امیره، یکیش هم که در اصل باشگاه پیش مهدی اسلامی میشناسیم، از خوبان تبریز اینا. بعد که برو بریم دیگه، بچه‌ها بیان بعد شات‌های اصلی رو هم بگیریم. دمتون گرمه. تا فعلا بریم یکم تو از چیز ویو آرم بگیریم یکم، مثلا میتونیم کجا رو مثلا تو مثلا یه همچین جایی مثلا یه تصویر بگیریم تو خوش مشکل. آره میتونیم سر بریم پایین. خب جای خیلی خفنیه. خب میتونید بیای هر تایم از روز شب هر تایم خواستید میتونید بیای. خب سیفه. اونجا بگی یه دقیقه. اینجا مال شاه بوده. خب شاه برای تفرجگاه و تفریح خودش ساخته. حالا بعدش الان یه همچین داستان شده دیگه. یه پارت از تصویرمون تو این منطقه بود که گفتم اینم براتون ویدیوشو بذارم دیگه. سابسکرایب، لایک یوتیوب چنل. You know what I'm saying? It's like one and only horse. کجا رخ نیه جلمر دا زهبوش زهدیه زهبوش آره زهبوش. اومدیم مقبرة الشعراء، آرامگاه استاد بزرگ شهریار اینجاست. بعد اومدیم حضرت رو زیارت کنیم، بریم تو یه راشم تصویردارم بگی دقیقه تصویردار بگی. کارش سخته ببین بچه‌ها اعصاب به هم میریزه. بچه‌ها استاد دقیقه نشون بده استاد. میگم میترسم آجی، از این میترسم که آخر عاقبتمون مثل استاد بشه، بعد مردن بیان استقبالمون.
بچه‌ها راش آخر شات آخر موزیک ویدیو فکتس بود که تموم شد. دمتون گرم، مرسی که هستین سپورت میکنین، همیشه باعث افتخار منه هستین تو چنل یوتیوبم. دمتون گرم، مرسی. بلست آریوس. یه دقیقه صبر کن میلاد، دمت گرم بابت تصویر. بازار سرپوشیده تبریز یه بارم ویدیوشو گذاشتم، یه خیلی تایم پیش بعد پاک کردم. بازار سرپوشیده تبریز یکی از فکر کنم اولین بازار سرپوشیده است که 1 کیلومتر طولشه. خب با این تصویر رو اینجا بگیریم، یه شاتش هم اینجا باشه. موزیک ویدیو برای تبریز دیگه 100% باید باشه. همتون گرم، بریم شاتش رو بگیریم. ناموزد بگی ویدیو رو. بچه‌ها دیگه مایک رو ستاپ نکردم، گفتم این صدای محیطم بیفته. بگی یه دقیقه بدون ساعت ها. یه شات هم از اینجا داریم. رو گرفتیم. خب که خیلی شلوغ بازار آجی. ببریم ماسا خیلی خوب افتاد، خیلی خوب شده. بریم سوار ماشین بشیم بریم لوکیشن بعدی ارکه. بریم ارکم بگیم. Let's go. اومدیم سکانس VIP روم فکتس رو بگیریم. اینجا پارت لیپسینک فکتس قراره گرفته بشه. ترکیه دیگه، تبریز اهل بیلی بونه. منتظرم ستاپو بچینم، یه ویدیو هم بگیر برو. خیلی زحمت میکشی واقعا. الان یه چی بهتون بگم پشماتون بریزه. تو ولاگ یکی داریم ولاگ میگیریم. حال کرد ناموسا حال میکنی. چقدر سیستمم من خودم جفت مایک در خدمتتونم. خب چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی. همه چی اوکیه؟ سلام، خوب هستی؟ حس میکنم دارم با آینه حرف میزنم. خب خودتو معرفی کن. اسرام. خب ویدیو میسازم. یه کم جلوتر. و اومدم تو رو ببینم. خب چی دیگه ویدیو میسازم. آجی خیلی خنده داره ویدیوش. چنل یوتیوبشو میذارم اینجا بالا. خب یه چکی بکنیم ویدیوش، حتما 100 ویدیوشو چک کنیم. پوری رو معرفی کنیم که دیگه ولاگو ببندیم. گردشیم. اوچاریم. خب میتونیم فارسی حرف بزنیم؟ داداشم کافیه؟ آره کافیه، خیلی ممنون. الان فکر می‌کنم واقعا داداشی هستیم. نه تنی نیستیم، قلبی هست. آره ناتنی هستیم. آره قلبی هستیم. پوری خیلی پسر خوبه. خب خیلی حال میکنم باش. بیرون دیدینش بهش ریسپکت بدین، عکس بگیرین ازش. اوه دمتون گرمه. بریم بچه‌ها بریم تصویر رو بگیریم. تو که هستی بک‌گراند هستی. خب این برای ولاگ کسره. اینم ما این که دیگه ما باید دیگه تصویر رو خورده ریز بگیریم. بعد پشت داستانم یه چند تا شات خودت بگیر دیگه. میلاد دمت گرم. میلاد خودت هم معرفی نکردیم آجی. آره بگی میلادم بیاد. خب میلاد قربونتون. خودتو معرفی کن. همین دیگه میلادم. همه بهم میگن تونز. دیگه میلاد و پوری دیگه عشقای منن دیگه چیز خاصی برای گفتن نیست واقعا. دمشون گرم. پشت صحنه تصویرا رو عکس‌ها از راش و تصویرا میگیره. بعد کارهای هماهنگی رو انجام میده. بعد دست راست منه دیگه با خود دیگه پوری و اینا. یکیش راست یکیش چپه، اون یکی هم وسطه دیگه. چیکار کنم؟ دمت گرم. برو بریم. Let's go. من مدافعم نره من تکونم. Senden benim farkım soğuk. Eşikte körende yavaş sesler Army Force. Değişik düzülüm ben de fenerim hamız tok. Ama ben yok. Tozulum toz. We got the beat boss, we got the card. We got the same loss, we got the luck. We lost the race but we got the punch. Bigger splits with bigger than us. Yeah, facts. Yeah, I mean no. Yeah, I mean I'm back.
Kimin birinci şehirde sende evvel olman Meksiki'de bülbül kimin rap eliye nefer vermezene gel La demede burada vereleme sebereme defecerim süperi ve seberem arada deseme tekşimecelerim azrakın atası demeden emene We got the famous, we got the love, we lost the race, we got the punch, biggest place. These men Chinese for sold and 5 D's must be chains so golden. I see Nikes on your holding, packs and rat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. I'm such a blood. بچه‌ها چطورین؟ خوبین؟ اومدیم؟ بازلی از بازلی برامون بگین. اینجا تبریزه. 2025 بازلی از 2014 هستش. فکر کنم 4 ساله تو تبریزیم. اومدیم که استایل خوب بسازیم دیگه، واسه شهرمون استایل خوب بسازیم. کت شلوارای استایل بالا. درسته. برای یکی از ببخشید دارم و 2 تا دارم به خدا دیگه چیزه. برای یکی از راشای تصویر فکتس بچهای بازلی زحمت کشیدن یه مکانی رو فراهم کردن بتونیم این تصویرم بگیریم تو این مکان خیلی خفن. یه دور بزن اینجا رو نشون بده. پشمت نریزه یهو. ناموسا اینو نگاه کن یه دقیقه. اونو زوم کن. تو رو خدا اون گادفادر رو زوم کن. حرام ریخته بود. دیدم. خیلی فیکسه. شات بازلی هم تموم شد. Let's go bro. Let's get the hell out of here.